درود بر دوستان. این قسمت ساخت پنجره. اول آهنا رو مشخص میکنیم. این الان من 2 تا پنجره شروع کنم بسازم، گفتم اینم شما هم یاد بدم. اول آهنا رو برش میزنید، اون اندازه‌ای که میخواید رو اوکی میکنید. بعد سرگوشه داخل قوطی رو تک‌خال میزنید قسمت به قسمت. بعد میرسیم به روش بونیا کردن. قسمت سمت راست تا این گوشه رو اندازه گیری میکنیم. باید هم اندازه هم باشه. وقتی که اینجوری باشه دیگه گونیا هست.